مشتری خوب ما همیشه میاد سه‌شنبه بازار بساط میکنن و خیلی هم من دوستشون دارم، حتما ازشون خرید میکنم. خب ببینید توی بساطشون چی پیدا کردن. ما به زبان فردوسی به اینا میگیم گلگلیس. شما چی میگید؟ باعث سال خیلی کار میکنیم اینجا بس با ما پیشی میگم مجبورم چیکار کنم دست گلو به چاه دراز کنم به چاه ندارم خود چای بیشتر نیه ولی میشه به صورت نمیشه دل ما که قلون کار کنم خب نمیبرن مردم بی پوله چرا؟ انشالله میان میبرن. خب اگرم دارن خب دیگه نمیان فقط همه برای هم میوه ها بشکم خدایا پیدار باشی خدایا باشی تا دنیا باشه خوب باشی الهی شما هم خوب و سالم باشین مشتری باشین زنده باشی مشتری که دیگه خودتی هر چی بیا یک خرید میکنی بقیه هم انشالله بیان.